به نظامیان یکی از قسم‌های حربی منطقه خباروفسک اجازه ادای نماز جمعه داده شد. در واخوری با نمایندگان هفته‌نام ملی فرهنگی شهر خباروفسک 70 نفر مسلمانان این شهر از مقامات درخواست نمودند تا برای ادای نماز جمعه در قسم حربی به آنان اجازه داده شود. واخوری نمایندگان ولایت با نظامیان مسلمان با تشبث فرماندهان برگزار شد. سرور جمعیت تاتارهای خباروفسک سروردین توکتاروف با مسلمانان صحبت کرده با آنها درباره فعالیت سازمان و عموما از حیات جمعیت مسلمانها و تاتارهای محلی نقل کرده. بعد از آن حاضرین دستجمعانه ادای نماز جمعه نمودند. معلوم شد که مسلمانانی که در این قسم خدمت میکنند تقریبا همهشان نماز 5 وقته میخوانند و در این زمینه هیچ مشکلی ندارند، ولی یک درخواست داشتند که عبارت از اجازه نماز جمعه در حدود قسم حربی بود. فرمانده قسم حربی درخواست آنها را خوب پذیرفته فرمان داد که برای ادای نماز جمعه حجره علاهده جدا شود. او اظهار امیدواری کرد که من بعد با مختاریت ملی و فرهنگی مسلمانان کارهای پرثمر انجام داده شود. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات اداره دینی مسلمانان قسم آسیایی روسیه در خباروفسک، هدف از برگزاری این چاره‌بینی از جهت معنوی و اخلاقی دستگیری کردن خدمتچیان حربی، آموختن مشکلات آنها و تلاش برای حل درخواست آنها بود. بیننده گرامی شبکه نجم تیوی، اگر شما تا حال به شبکه ما آبونه نشده اید، شما را به آبونه شدن و پخش نمودن نوارها دعوت می نماییم. لطفاً بی‌طرف نباشید. نوارها را به دوستانتان فرستید.